امروز چیز جذابی در مورد رمان شنیدم، اینکه رمان یه جور صرفاً داستان معمولی نیست. زندگی و روایت یه سری شخصیت‌های مختلفه که یک فایده خیلی زیاد مهمی که داره اینه که دیدگاه مختلف رو میاد بهت نشون میده و اینطوری تا میتونی به این درک برسی که زندگی فقط اون دیدگاهی که تو داری نیست، یعنی صرفا یه دیدگاه یکسانی نیست واسه همه و میتونی دیدگاه‌های مختلف و زندگی‌های مختلف رو تجربه کنی. خیلی وقت خودتو جای قهرمان اصلی یا کاراکتر اصلی یه رمان میذاری و خب جای اون طرف اصلا یک بار زندگی میکنی، یعنی یه سری در حد تجربه یه زندگی متفاوت رو میتونی از خوندن رمان بگیری. توی سینما هم قضیه هستش. حواس کم رمان بخونم. اگه رمان خوندی اخیراً که خیلی باحال بود خوشحال میشم بهم بگی یا اینجا یا